برف رو نگاه جونو ما. درود و 200 درود برای بچه خوب یوتیوب. امروز اومدم با یه ولاگ برفی بار تو 2 روز مختلف 21 و 22 بهمن ماه. از کفتر بازی توی برف تا تیوب سواری رو کوها، از کف خیابونای مشهد تا طبیعت بکر ترقبه. پس با من تا آخر این ویدیو همراه باش. ویدیو رو لایک کن، کانال رو ساب کن و یه کامنت خوشگل برام بذار. برو بریم. چیز موره گرم نمکنه نشومینن کرسی. 21 بهمن 403 هوا عالی، یعنی نگاه کن برف میزون جون تو. فقط میخواستم بگم میزون اصلا نگاه کن. ایشالله میگن قرار یک 30-40 سام برف بیه. بریم که امروز یک ولاگ باحال رو با هم توی هوای برفی داشته بشه. بریم ببینیم اون پوشگون رو وحید چه خبره. امشب یعنی میکنم امشب ما باز سر صبح هنوز برای چیز مانی آمده بالا. ما برو رو پوشگون رو وحید که فرار دانه بدیم و روزی برفی که نمیشه بازی کنیم. بریم ببینیم با ما همراه باشه. بچه ها دوباره به محله ما خوش آمده. آقا محله ما امروز مدرسه تعطیل، مدرسه ها تعطیله که اینقدر خلوته. یعنی اگه روزهای دیگه اینجا نگاه کن شلوغه، چون 3-4 تا مدرسه پشت به پشت همه و هوا عالی ها. میخوام برم یک روز باحال امروز با هم دیگه چی تجربه کنه. برار هنوز قبل برف نیامده که بزنه به صابونی که. یعنی نگاه زمین خالی صابونم. بابا دمتان گرم به مولا. نگاه همون چست برفان هم داره صابونه. به چای درخته نگاه کنید چه وقت خوشگله. اوه این نگاه کن خیلی خوشگله. بابا ولم این نگاه کن خوشم میه مردم با عشق دارن. اصلا نگاه زن اومد آمدن پیاده روی توی برف قدم میزنن کیف میکنن بقورا. این نگاه کن الان میخواستم بخورم زمین. خدا وکیلی تصور کنم بچه توی برف خب توی خیابونای مشهد دیری همونجا قدم میزنیم چی حالی میده. برم پیش داشتالی یک قهوه بخوریم و بعدم برم یک ساعت کارگاه ببینم چه خبره. باقی روزم که دیگه نمیدونم چی قراره پیش بیه. هرچی پیش بیه خوش میه دیگه. خب بچه یک زنگ بزنید ببینیم کجایه. ببینیم ساعت چند رو پوشیدون. یعنی خواب ساعت 12 خوابه. ساعت خوابه. جواب نمیده آبا. جواب نمیده. این خوابیده کن بشه. برای بچه یوتیوب فقط جون ما برف نگاه کنن. آخ ما نگاه کن. ما عاشق هوای برفی هم. آخ که چقدر باحاله. خدای شکر. آخ چقدر دوست دارم این برف ره. نگاه کن توی برف فقط پیاده روی. فقط نگاه کن لباس گرم بپوشی بی فقط جون تو فقط پیاده روی. با همین شدت بچه یک ساعت دیگه زمین ها همه سفیده ها. نگاه کنه سفید مثل برف. اگه گفتم بچه توی هوا چی آهنگی میچسته اگه به 70 که مطمئنم میدونی. آقا لایک و کامنت و ساب حتما. اگه ساب نکردی ساب کن. لایک و کامنت هم بریم بذار که نگاه کن انرژی بگیرم که باز توی هوای مشتی ویدیوهای بالتر تولید کنه. یعنی نگاه کن عشق و حال. سلام داشتایی چطوری؟ دارم همون که پیاده روی میکنم. نه جون تو دمت گرم. من میخوام که پیاده برو. خیلی باحالی. آزاد خودت باش. تا سعیدم اومد و رفت. اوه چه جون تو.
خب بچه ها آمدم رو پشتمون وحید شا، بالاخره داشت وحید بیدار شد و آمدم ببینم میتونم امروز دانه کفترها رو بده. ماشاءالله برفم 5-6 سانت آمده، میزون این هم جفکا همه سالم و سرحال ماشاءالله. بذار بهتون نشون بدم جوجهشون هم ماشاءالله سرحال. یه تا روشان پوشوده بوده یعنی روشان از اینا میذاره که سرما نخورن و مثل اینجا. شاید سردشان شده. توی این هوا دیگه کفتربازی نمیخونن دیگه، نه ولی کفتربازی دیگه نو داشته نوهاش بخواه جا بشونه دیگه توی هوا جا میشینه، توی هوا کفتر جایی نمیره. این هم به چای جوجه دارن که تایی هم وید اینا آیتا بیده نگاه چی کلهی داره. نایی برم بچه خب بعدا بشه بزار بده خانه هاشانو بخورن و همچنان هم برف. خب بچه ها در چرخ باز شد و یک خو زدم بیرون. داشتیم تمیزکاری میکرده کیف میکنن ها توی هوا. ای بگردم ای نگاه کنید تمیز کردم و باز برف نشست. دارم برف بازی میکنن. لكن جلدهم بيزايد توش زیر چیزه. خب بچه ها کفترها دانه داده، میخوایم الان جوجه ها رو با نر و ماده ها جدا کنیم ببریم شا پایین که امشب سرده سرما نخورن و یه مشکلی نداشته میشه. نگاه این یک جفت میخوایم ببریم، این یکی یک جفتی پایین میخوایم ببریم، یک جفتم اینجا، این 3 جفت میخوایم ببریم پایین که امشب چون سرد میشه. خب بچه ها کفترها رو آوردیم پایین، نگاه کنه گذاشته میشن اینجا جای گرم، مخصوصا این که 2 تا جوجه تازه به دنیا آمدن داره. ببینید آوردیم شو پایین که امشب سرده، یخبندون هم هست، برف که میه شب دیگه سرد میشه، جوجه هاشون یخ میزنن گناه دارن. خیلی خوب توی هوای سرد انشالله که همه پرنده ها یک سرپناه خوب داشته بشن، یک سرپناه گرم داشته بشن که از این سرما جون سالم به در ببرن. خب بچه ها برم خانه من شب شده با ما چی بخورم گوش نمه محل مانم که همیشه امان
مردم آمدن بیرون عشق دارن میکنن، عشق در زیبا. گل برخا میرقصن بچه ها امروز میخوایم بریم برفازی. کجایی سامیا؟ بیا بشم بگو میخوایم بریم برفازی. قرمسا یک گله درست کن، یک گله درست کن. بزن بزن بزن. اوه که همش باشید که بریم شاملیس. سلام و درود به برای بچه خوب یوتیوب. آقا آمدم یک جای باحال برفازی. اونایی که حالا مشهدی هم میدونن جاده دیبار. فقط جون ما ویو رو نگاه کنید. به 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 نگاه کن، ویو ابدی ها، ویو که به درون مقوم ابدی که خیلی ابدی. بزنیم بچه ها با دوربین پشت بگیرم بهتان. بزنیم یک تایم لیپس از منظره بره تا بگیرم. نگاه کن جاش میزون و بال. یعنی نگاه کن خیلی باحاله جاش. دیگه نگاه کنید که مشهد، نگاه یک تیکه اینجا اینجا یک تیکه از مشهده. تازه همش هم نیست. حالا ما به سمت بعد ظهر آمدیم چون صبح خیلی شلوغه. امروز آفتابی هم بود، خیلی شلوغه. هوای مشهد کلا همونجوریه. یک روز خیلی برفی و خیلی چیزه، یک روز هم آفتابه. یک روز هم آفتابه. ابولی چطوری؟ خوبی؟ برو پاره بده بالا. واسط بده بالا سامیا بزنی. سامیا بیا بالا. آی سامیا آقا دور اول امتحانی بود، زیاد ما حرفه‌ای هم نبوده. برو بدن ابوالفضل ابوالفضل برو انا سامیا.
خب برای بچه عزیز دم تک تکتان گرم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودن، با لایک و کامنت بهم انرژی دادن و همیشه پشتوانه ما بودن. دمتان گرم، خیلی باحالن. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا ولاگ بعدی خدا یار و نگهدارتون.